سرخط خبرها. تداوم برفباری و بندش شاهراه سالنگ بر روی رفت و آمد. وزارت فواید عامه گفته بیشتر مسیرهای مواصلاتی بر اثر برفباری مسدود است. او په جنوبي سالنګ کې تر 2 مترو او 8 سانتی متر پورې رسیږي. استقبال پایتخت نشینان از ریزش برف در شهر کابل. کابل نشینان امیدوارند که به دنبال این برفباری سطح آبهای زیرزمینی بلند برود. خوشحالی کردیم در برف جنگی و همراه دوستا. علاقمندی یک شرکت چینی به سرمایه گذاری در تولید برق. این شرکت گفته که در پروژه 60 مگاواتی برق حرارتی در کابل سرمایه گذاری می کند. سکتور انرژی و تقویت سکتور انرژی کمک میکند. و عقب نشینی ترامپ از اعمال طرفه بر کشورهای اروپایی. ترامپ تاکید کرد که قصد استفاده از نیروی نظامی برای تصاحب گرینلند را ندارد. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم در 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. وزارت فواید عامه اعلام کرد که به دلیل تداوم برفباری شاهراه سالنگ همچنان بر روی هر گونه رفت و آمد مسدود است. سخنگوی وزارت میگوید که ضخامت برف در سالنگ شمالی تا 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی تا 2 متر و 68 سانتی متر رسیده است. به گفته وی پیشتر مسیرهای مواصلاتی در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور، غزنی و مسیر مواصلاتی پکتیا، خوست نیز بر اثر برفباری مسدود شده است. د یاد لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورې ضخامت توپیر لري چې په شمالي سالنګ کې د واورې ضخامت تر 4 مترو او 8 سانتی متر پورې او په جنوبي سالنګ کې تر 2 مترو او 8 سانتی متر پورې رسیږي. همدارنګه د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزني ولایتونو کې یو شمېر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامداره طوفان له امله پلانمحاله ډول د ترافیک پر مخ ترل شوی دی. شماری از پایتخت نشینان از ریزش برف در شهر کابل استقبال کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که به دنبال این برفباری سطح آبهای زیرزمینی بلند برود و اندکی از مشکل کمبود آب کم شود. گزارش از نستر نمیری. کابل امروز سپید پوش شد. نخستین برف سال بر شهر فرود آمد و چهره‌های متفاوت از زندگی را به تصویر کشید. در گوشه کودکان با دستان سرد اما دلهای گرم سرگرم برف‌بازی‌اند. خنده هایشان در فضای سپید می پیچد و نخستین برف برای آنان نماد بازی و شادی است. نن په کابل ښار کې واوره سوې ده او موږ انډوالان ډېر خوشحاله یو چې ساتیري مو پکښې وکړلې. در بخش دیگر جوانان را می‌بینیم که با گوشی‌هایشان لحظه‌های سپید کابل را ثبت می‌کنند. عکس‌های یادگاری، سلفی‌ها و ویدیوهایی که تلاش دارند خاطره نخستین برف سال را در قاب زمان نگه دارند. امروز زیاد خوشحال هستیم که دامر موقع خوشحال نبودم به خاطر که زیاد وقت منتظر برف بودیم نبارید. امروز چانس ما دیگه امروز برف بارید. ترنو څخه راغلی و چکر ته په کرغې ته له مرګرو سره نن هم ښه ساعت تېر شو. دا ډېر وخت مو واورې ته انتظار کوو. بس نن واوره وسوله اتې دې خوا راغللو چکر مو وایي عکسونه مو اخیستل ساعت هم تېر شو. امروز روز اولی برف از کابل دیگه منتظر بودیم در زمستان که برف بباره و ما بریم اینو یک خوشحالی کردیم در برف جنگی و همراه دوستا. اما این همه داستان برف نیست. در نقطه دیگر کابل مرد با کراچی دستی زیر بارش برف و باران در جستجوی لقمه نانی است. برای او و بسیاری مانند وی برف نه نشانه زیبایی بلکه آغاز روزهای دشوار زمستان است. روزهای گری خورده با فقر، سرما و نگرانی. برف نباشه یک 50 روپیه 100 روپیه پیدا میشه. دمی برف ولی که در پیدا نمیشه. نه برف بارندگی نور خداست. چی خداست. مگم با ما مشکل است. امیال نه بخاری ماندیم نه صندلی چیز نداریم. نخستین برف سال کابل امروز 3 تصویر متفاوت را نمایان ساخت. خنده های کودکانه، خاطره سازی جوانان و رنج مردمان با دستان خالی. شهر که زیر سپیدی برف همزمان لبخند و اندوه را در خود جای داده است.
یک شرکت چینی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در پروژه های تولید برق حرارتی در افغانستان اعلام کرد. مسئولان این شرکت گفتند که افزون بر سرمایه گذاری بر پروژه 60 مگاواتی در کابل برای پروژه 320 مگاواتی در تخار نیز برنامه دارند. گزارش از اناهی تاندر. در گام تازه برای تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور، یک شرکت چینی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری گسترده در بخش تولید برق حرارتی در افغانستان اعلام کرد. شرکت برشنا میگوید عبدالحق همکار، رئیس عمومی اجرایی این شرکت، در دیدار با لوا زونگچون، مسئول شرکت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم چین افغان یوچانگ، درباره سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های تولید برق از زغال سنگ گفتگو کرده است. با گفته مسئول شرکت چینی، این کنسرسیوم افزون بر پروژه 60 مگاواتی تولید برق در شهر کابل آماده سرمایه گذاری روی پروژه 320 مگاواتی در ولایت تخار نیز است و افزوده که در گام نخست کار عملی پروژه 60 مگاواتی در کابل آغاز خواهد شد. د چین هیواد کنسرسیوم AYCC افغان یوچانگ شرکت مسئول لیوا زونگچونگ چمتوالی وښود چې غواړي د پلازمینې کابل لپاره د 80 میگاواټه په ظرفیت د ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید پر پروژې پانګونې سربیره به تخار او یا بلخ ولایت کې د 360 میگاواټه په ظرفیت د برېښنا تولید پر پروژه هم پانګونه وکړي. با این حال با توجه به زیربناهای وسیع انرژی در کشور، پرسش این است که امارت اسلامی باید تا چه اندازه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری ها و ایجاد فرصت ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش انرژی توجه نماید. سرمایه‌گذاری ها روی انرژی حرارتی از معادن زغال سنگ و امثال از اینا میتونه به خاطر بهتر شدن سکتور انرژی و تقویت سکتور انرژی کمک بکنه. انرژي ډیره مهمه ده د یو هیواد لپاره. که چیرې انرژي ولري په هیواد کې انرژي اوسېږي ډیره وي زیاته وي هغلته په ټولو اداراتو باندې او په ټولو څیزونو باندې بیا مثبت اغیزه کولی شي او کولی شي چې د هغې نه سالمه استفاده وشي په هره برخه کې هغه برخې ټولې ورسره پیاوړې شي و افغانستان د خودکفا طرف ته رد شي و مشکلات نه خلاص اوسېږي. این در حال است که شرکت برشنا برای تقویت زیربناهای تولید انرژی در کشور پروژه های زیاد را روی دست گرفته است که از آن جمله آغاز کار پروژه بزرگ 34 مگاواتی برق آفتابی برای پارک صنایع سبز کابل است که با آغاز کار این پروژه برای 500 تن به صورت مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. و حالا هم چند خبر کوتاه جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که پس از دیدار سازنده با دبیرکل ناتو چارچوب یک توافق احتمالی درباره آینده گرینلند و منطقه قطب شمال شکل گرفته است. او گفت که این توافق در صورت نهایی شدن به نفع آمریکا و اعضای ناتو خواهد بود. ترامپ تاکید کرده که قصد استفاده از نیروی نظامی را ندارد، اما خواهان گفتگوهای فوری برای به دست آوردن مالکیت گرینلند است. در همین حال دبیرکل ناتو میگوید که رئیس جمهوری آمریکا از تهدیدهای تعرفه‌ای عقب نشینی کرده و استفاده از نیروی نظامی برای تصرف گرینلند را نیز منتفی دانسته است. فرانسه اعلام کرده که در حال حاضر قصد پیوستن به شورای صلح غزه را ندارد و این ابتکار را دارای سوالات اساسی به ویژه درباره احترام به اصول و ساختار سازمان ملل دانست. خبرگزاری فرانسه به نقل از نزدیکان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشته که پاریس تاکید کرده که متعهد به توافق فوری درگیری‌ها در غزه و دستیابی به راه حل سیاسی پایدار است. همزمان یک منبع دولتی کانادا اعلام کرده که اتاوا هیچ هزینه‌ای برای عضویت یا دریافت کرسی در این شورا پرداخت نخواهد کرد. این در حالی است که وزیران خارجه عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، اندونزیا، پاکستان، قطر و امارات متحده عربی از دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رهبران این کشورها برای پیوستن به شورای صلح غزه استقبال کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 31 پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این تعداد پهپادها توسط سیستم دفاع هوایی این کشور بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند. در حال اوکراین حملات پهپادی بر روسیه را تشدید کرده که تلاش‌های جهانی برای ختم جنگ میان روسیه و اوکراین جریان دارد. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.